به نظرتون چه محصولی باعث شده مردم توی کل دنیا صف‌های کیلومتری بکشن و حتی سرش دعوا کنن؟ رویال پاپ حاصل همکاری بحث برانگیز یک برند لوکس ساعت سازی یعنی اودمار پیگه و یک برند خلاق به اسم سواچ. حالا چرا بحث برانگیز؟ فکر کنید یک ساعت 40,000 دلاری خریدید و چند روز بعد یه نسخه 400 دلاری با همون شکل از همون برند بیرون بیاد. منتقدها قبلا هم به همکاری برند سواچ و اومگا بدبین بودن، اما نتیجه شد سواچ های بسیار پرطرفدار و نه تنها اومگا از این همکاری آسیب ندید، بلکه خریدارا بعد از خرید این ساعت عاشق مون سواچ ها شدن و رفتن سراغ خرید اسپید مستر که الهام اصلی این پروژه بود. حالا چرا رویال پاپ قرار نیست از ترند بیفته؟ دلیلش عرضه محدوده. هر نمایندگی فقط روزی 100 عدد ساعت میفروشه. برای همین توی بازار دست دوم این ساعت تا 4,000 دلار قیمت میخوره. پس این محصول مشترک نه تنها به برند AP صدمه نزده، بلکه باعث شده این برند جون تازه‌ای بگیره. در حال حاضر این دو مدل ساعت در پیج ما موجودن و برای اطلاع از قیمت و مشخصات کاملشون کلمه سواچ رو کامنت کنید.